این میمون خرد 4 سال باز در باغ حیوانات شهر خوجند زندگی میکند و یکی از جانورهای جالب تماشاگران است. بنیادگذار باغ میگوید در 4 سال این میمون بار هم بیمار نشده بود، ولی سرمای امسال آن را کمی ناتاب کرد. وقتی که همین سال کم تا هوا خنک شد که سرد شد، این میمونچه ما و سلامتیش خودی انسان برین اینا گریپ شدن. وقتی که بیمار شدن با اجازه دکترهای بایتری ما، دکترهای حیوانی ما، برای سوزان دارو گذراندن، دادن داروهای همین ما رو در قفس معده میگیریم و در جای گرم بعد همون گذراندن سوزان داروها 3 روز در خانه گرم ایستاد. برای می حقیقتا ما داریم نه تنها میمون را، ما در من شیر، تیگر وقتی بیمار میشود قفس‌های مخصوص داریم که 3 روز در داخلی هوای ما نگهداری میکنیم. این یگانه باغ جانوران در حدود ولایت سوخت است و امکان تماشای حیوانات وحشی را در شمال کشور صاحبکار محلی مدینه دولت و 7 سال پیش فراهم کرده است. و میگوید برای خریدن جانوران و تأسیس باغ از بانک پول قرض گرفت و همچنین در گرد آوردن جانوران نادر دوستان و خویشان و خیرخواهان یاری کردند. ما همه قدر کمبودی داریم که جای زمستان گذرانی نداریم. جای میشد که میمونچه رو به خانه خود میبرم. ما رو حاضر در خانه خودم ما نگاه بینی میکنیم. ما روی کلان داریم و یا در خانه خودم ما نگاه داری میکنیم. سالهای پیش نیز برای نبود شرایط مساعد قسمی از جانوران را به دیگر منطقه‌های تاجیکستان فرستاده بود. هرچند خرج زمستانه نگاهبین حیوانات نظر به دیگر فصلها خیلی بیشتر است، تماشاگران باغ هم در این موسم خیلی کمند. ما می‌خواهیم که در همین شهر خوجند در باغ حیوانات حیوان‌های بسیارتر بیارند برای آنکه تماشابینان زیاد شود و آدم‌ها را مقصد حیوان بسیار می‌شود تماشابینی می‌بیایند. مدینه دولت و تحصیل کرده آموزشگاه شهر قرشی ازبکستان در این رشته است. او آنجا عائله‌دار شده و همراه شوهرش در سیرک تاشکند به حیث مارباز کار کرده است. بعد گرفتن تجربه او این پیشه را در تاجیکستان ادامه داد. باغ خصوصی او با مبلغ تماشای مردم فعال است. نرخ بلیط درآمد برای کلانسالان 10 و برای کودکان 5 سامانی است. اگر کم ترک از طرف آدمان خیرخواه، از طرف حکومت شهر خوجند، ولایت سوخت، من همیشه آرزو میکنم که دستگیری کنند در همین شهر خوجند یک زوپارک زمانوی برای مردم خوجند تشکیل کنیم. اکثر باغ‌های جانوران در تاجیکستان بارها برای نداشتن شرایط خوب تنقید می‌شوند.